همیشه می‌ذارم این بود که میم هایی که ساخته میشن داستانش چطوریه. امروز قرار داستان اونا رو بشنویم و با هم بازسازیش کنیم. بریم که ویدیو رو با تمام انرژی داشته باشیم. خب تو این ویدیو قراره داستانش رو من براتون بگم، این میم هایی که درست شدن و واکنش همون ریاکشن رو امیر براتون اجرا کنه. بریم که با هم داشته باشیم. میمی که اکثر ایرانی ها دیدن و برامون آشنا و لاتی هست علی کسکن. اول اینو بگم اونجا دارن چیزی میکشن، ما داریم اینجا ویدیو درست میکنیم. از این بگذاریم و گفتم که شما هم بدونید. تو تا دیروز بچه همدان بودی، الان مشکل برات پیش آمدن شدی بچه ارسین یعنی کرماشان. مشکل برات پیش آمده کسکم. مرادی تو تا دیروز نه بیا اینجا. خب اینجا مرادی تو تا دیروز بچه همدان بودی، الان مشکل برات پیش آمده شدی بچه حبسی یعنی کرمانشاه. از ترس هرکس بخواد برای لکو لرا کرد کرمانشاه بکنه نه نشه بیادبی نمیکنه. اومدیم تو پارک و اینجا دیدیم که ماکان بند قرار بخونه و بلیتش هم 500 تومنه. امیر براتون امروز قرار رایگان بخونه. قرار اونجا برم بخونم براتون. کفتر کاکل پسر های های، بهترین صدا، بهترین اکسیژن، صدا از تصویرم هست. اینا صدا نداره. ماکان کجا، امیر کجا؟ امیر تترو از من حمایت کرد، من اومدم تیزی شدم. اینا به درد نمیخوره. خب بریم خودت بخون. بیا اینجا امیر بخواب. خب بیا بریم پشتش. دوستان عزیز به همه اونا اطلاع میکنم ماکان من برا رو ناراحت نشو، ناراحت شدیم هیچی نیست. اینو بگم به تو، فقط اینو بدون که اینجا نیست. تو شهر ما آنتن نمیده. اینجا نیست، اینجا اونجایه. آره تهران اینجا آنتن نمیده. بدون اینجا ترکیه، شهر ترکیه. مثلا اینجا اونجایی که قراره فکرشو میکنه اونجا بشه، اونجا نیست. اینجا هم پشت اونجاست. ما از اینجا گوش میکنیم، ما پول نمیدیم. بابا من 400 تومن پول بلیط داشتم اینجا چیکار کردم؟ الان 400 تومنش کار کرد. باباش نفسم میبره، دل من خیلی خوله، بی تو از دل هاره، نیا اینجا پره. کفتر کاکل پسر های های. فیلم بردار الان داره میاد از خجالتی. خیلی اسم چتلی داره اصلا یادم نمیفته. ماکارانی بند. اینم قبولش نداره. ببین ماکان بند. دیدی بهت گفتم اینجا اونجا نیست. 3 نفر هستیم با بلیت یه نفر 3 نفرمون میریم تو. بعد اینجا همه مثلا اینجا اومدن پول دادن، مثلا نفری 2 تومن هزینه کردن، تیپ زدن با تیپ نایک، شلوار نامفیت با پیراهن 200,000 تومن. اومدیم ستای با بلیت یه نفرم نه، راستی یه نفر ریلیک دارم، اون گفته ستاتون رو حل میکنم. ماکان داداش باخت دیدم یکی رو. الو سلام استاد جان، yaxşısan؟ قدر اینا همش توته، یعنی از اینجا تو اونجا توته، یعنی همش توته. اینجا رو داشته باشید مثلا این توته، یعنی اینجا هر چی میبینی توت. آیه غافل جیلی اموات صلوات اللهم صل علی محمد و علی محمد. تا حسین تو راه خونه دلش یه دونه دلستر میخواست، یه دونه براش دلستر خرید. یعنی خودش دلش نمیخواست، من دلم میخواست اون خرید، یعنی اونم نخرید، خودش خرید، خلاصه ما میخوریم. خب از محیط بیرون اومدیم داخل خونه. بعد اینجا قراره ادامه ویدیو رو براتون ضبط کنیم، چون بیرون تا شب موندیم و یکم پارک موندیم و ادامه اون جلسات ماکان بند اینا بود. ماکان بند در رو باز شد، گفت هر بارین در، منم محکم در رو بستم اومدم خونه که ویدیو بگیریم. خب پشت سر ما باشید. سلام سایز، حالتون خوشه و خوش اومدیم به ادامه ویدیو. اومدیم خانه. به دومین میمم اینه که کلون یه دختر بچه‌ای بود که مادرش میخواستن برن دیزیلند. بعد این خبر رو که به بچه ها داده، یه چیشجره
خوشحالی کرده. بعد این کلونی خودش یه حالتی گرفته که این میم ترند شده و معروف شده. به انصافا من اگه مثل تو حفظ میکردم الان درس ادامه میدادم. گوشی اینجاست ببین، از این ضربم یاد گرفتم. من مطالعات اجتماعی قوی بود به خدا. این کلونیه. حالا اینو ریاکت برو، اینو نشون بده. اینجوریه، این اینجوریه، این همچین چیزیه. نه نیمروخه. بعد به این میم خوراک آقا امیره. یعنی چی؟ این همش خرابکاریه. این هم زئونی که میبینی، زئوی راست خلاصه، زئوی راست کرده ما ترسیدیم مطمئن چپش بود. خب 2005 این دختر بچه جلوی ساختمون آتیش گرفته نگاه کرده. بعد همین عکسو پدرش NFT کرده فروخته. من نمیدونم NFT چیه ولی میگن ازش پول در میاد. بعد اون زمان $500,000 ازش پول در آورده. عکسشو داده NFT کرده. بعد در کل نمیدونم چیه، اگه شما میدونین کامنت ها بجین. NFT کرده $500,000 پول در آورده. من چیکار کنم؟ ما یه جوری حرف میزنه یه چون بذار تو در گوشم بابا بس کن دیگه. اینجوری گرفته. سلام به دوستان عزیز، جاتون خالی، الان رفیقامون میاد، خاک تو سرتون. خب این دخترچه با آتیش نگاه کرده، پدرش از این عکس گرفته. بعد اینو NFT کرده فروخته. حالا کاری با این نداریم. خب همین ریاکته. اینو برو، این دوربین همون عکس رو میخوان ازت بگیرن. برو. نه اینجوری گرفتی. رفیقای عزیزم سلام، ترکیه است، خاک تو سرتون، الان رفیقامون میاد. اینجوری خب این میبینی که از این آقا میبینی چه ادیتی زدم، سرش کلش اینجا گذاشته، من این همش ادیت بود. بعد این توی تلویزیون برزیلی خودش بازیگره، نمیخواست بخنده ولی خندش اومد. بعد خودشو گرفته. خب این شده میم معروف. از زایدل به آخر ویدیو رسیدیم، با این حال که کم بود ولی خواستیم این ویدیو رو براتون درست کنیم و ضبط کنیم. اگه ایده چیزی هست، ویدیو هست که میخواین براتون درست کنیم، ایده خوبیه، برامون این پایین بذاریم، ما گلشو میدیم که براتون توضیح بدیم و بسازیمش. و اینجا میگم ما کامنت داداشم یا برارمی این امروز اومدی اونجا ولی خیلی خائنی. یه 400 تومن به ما میرسید که مثلا ما رو اونجا بندازی تو، مثلا به تشویق کنی. ما اونجا نیستیم، الان انرژی خدا شاهد شمردم 42 نفر فقط همراه داشته. فقط خواستم اینجا بگم که اینجا اونجا نیست، اینجایه، اینجاست اونجا نیست. کسکم به بالا بخوای بیای اینجا باید 400 و قیدشو بزنی ما بیایم ما اینجا. ترکیه و ترکا جاهایی که مفتن مفت میده. اینجا فارس، اینجا تهران نیست دختر رو پشت خودت جمع کنی بره گل بیاره. اونجا نیست که میگفتی آی بهت میگفتن وای گل بیاورد. فقط خواستم بگم قربون معرفتت برم، لایک تو هم بزن، لایکشو. انشالله دفعه بعدی هم اومدی تو شهر ما پارساباد با گل بیا سمت ما که ما هم با وجود بیان جلوی تو. 400 تومن نه، مفت بیاد جلوی ما. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون داریم و بریم سراغ ویدیو دیگه. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ. خب از محیط بیرون که دوربین حرکت میکرد اومدیم داخل خونه و دوربین کجا حرکت میکرد بابا ما بیرون بودیم دوربین نیومد اینجا، ما آوردیم اینجا. اونجا که ماکان بند بود الان اینجا نیست چون ماکان بند اونجا بود و ما هم تا آخرش اونجا نبود. اشک خوشحالی میکنه ولی خواهرش کلونی من اگه به جای تو حفظ میکردم الان مطالعه الان دکتر بودم.